تشکر میگویم با ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با یک نوازش دلنشین با برنامه امروزه فضا آغاز بخشیدند. دوستان عزیز درود، برنامه فضا است و ما باز هم مهمان خاندان شما هستیم و برنامه تازه خود را پیشنهاد شما میکنیم. امیدوار هستیم که از این برنامه لذت میبرید، فراغت میکنید و کوشش میکنیم که با پیشنهاد برنامه به دل شما شادمانی بخشیم. و حالا در برنامه ما مهمان حضور دارد، یک نفر سراینده جوان زیبا و خیلی صدای جذاب دارد. سالیست ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یولیا باگدانویچوته که حضور شما رو خوش آمدید میگویم. واقعا هم زیبا هستید و برنامه ما با حضور شما باز هم زیباتر شد. بیاید از فعالیت ایجادی خود در همین ارکستر گپ زنید. Во-первых, спасибо большое вновь за приглашение. Мне, как всегда, очень приятно сегодня здесь у вас присутствовать вместе с нашими замечательными музыкантами нашего прекрасного оркестра. Сегодня мы для вас исполним очень старую песню. Эта песня написана была давным-давно моим мужем, композитором, музыкантом Искандаром Рахмановым. И сегодня мне вдвойне приятно присутствовать у вас на передаче, потому что эта песня получила новую жизнь. Сегодня ее будут исполнять наши замечательные ребята, которым под силу любую песню превратить в шедевр. Вы услышите сегодня даже элементы национального колорита. Я думаю, что песня всем очень понравится. Мне очень приятно присутствовать здесь и очень приятно исполнить для вас эту
новые песни. فعالیت کاری شما از کی آغاز شد در همین ارکستر؟ Да, практически с самого основания оркестра, это получается почти 3 года Да. уже. پیش از این در کجا فعالیت میکردید؟ Ну, я работала в разных группах. Сейчас у нас тоже есть отдельно живая группа, которая называется Lady J. Мы работаем в ресторанах, на банкетах. Я работала в госконцерте также. Ну, сейчас вот в оркестре. خب بتوانید همون ترانه‌ای که گفتید پیشنهاد بیننده مسازید. دوستان عزیز خسته نباشید. برنامه فضا را ادامه می‌دهیم با اشتراک هنرمندان ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مهمانان نو به برنامه فضا تشریف آوردند. یکی از هنرمندان جوان که با صدای جذاب خود میان مردم شهرت دارد. این هم باشد چهارشنبه الوطف و یک نفر شاعر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بزرگوار بهادر که با ایجادیات خود موقع خاص پیدا کرده است. و برنامه ما به تازگی تشریف آوردن. حضوری هر دو را خیر مقدم میگویم. واقعا هم نور آوردید به برنامه فضا. فضای برنامه ما دیگرگونه شد. خسته نباشید. بیاید چهارشنبه الوطف. من یاد دارم سال 2019 بود وقتی که ما برنامه استعدادهای
осиёи миёнаро сабт мекардем, дар ҳамин студия буд. Аввалин корҳои эҷодии шумо аз ҳамин ҷо шурӯъ шуда буд. ҳоло инҷо ин гуна масалан ороиш надошт ин саҳна. ва ҳамин тавр 3 сол аз он рӯзҳо гузашт. ва дар ин 3 сол мебинам ки хеле солор шудед, хеле таронаҳои ҷаззоб овардед ва мавқеияти хоса дар миёни тамошобинони худ, дар миёни мухлисони худ пайдо кардед. хуб ин марҳила чӣ гуна марҳила буд? дар ин марҳила чӣ корҳо кардед? чӣ гуна корҳои эҷодии шумо пешниҳоди дӯстдорони ҳунаратон шуд? طول 3 سال که بعد از اون لوحه‌ای که من در اون اشتراک کردم و خیلی یک لوحه‌ای جذاب بود برای من، یک چی گویم یک درسی خیلی کلان بود. یک مکتب بزرگ. بله یک مکتب بزرگ بود که مرا در اونجا من بسیار چیزها رو درک کردم، بسیار همون ممکن مشکل‌هایی یا که خطاگی‌هایی که در صنعت در همین ساحه میشوند من درک کردم و برای خود بسیار چیزها آموختم و بعد اون برنامه زندگی من کلاً یعنی تغییر یافت و بله مخلصون شناختند، مخلصون بسیارتر چی گویم و واقعا هم عجیب است. ببینید مثلا در یک مدت کوتاه زندگی تو عوض می شود. یک نفری هستی که در جاده ها قدم میزنی کسی نمیشناسد و بعد یک 2-3 ماه پس الکی شناخته میگردی. وقتی که هر کجا میروی به سوی تو با انگشت اشاره میکنند، با تو سلام میکنند، با تو میبینن عکس میگیرند. حیات دیگرگون میشه. چگونه بود؟ احساسات چگونه بود؟ راستی احساسات به حد دیگرگون بودند بعد اون که یعنی این خیلی کار شد و غالب این لوحیه برآمدم. راستی من همه وقت میخواستم که روز شود مرا هم همگان شناسند، مخلصان شناسند، حرمت کنند، احترام کنند، سرودای مرا گوش کنند و راستی برای آرزو کردن، نه تنها آرزو کردن در کار، بله در بالای خود کار کردن در کار، زحمت کشیدن در کار، محنت کردن در کار که تو که همون آرزوی خود رو عملی سازی. و امروز شکرانه خدا که من اون آرزوی خودم رو عملی ساختم و باز یعنی با دوش خود بار دیگری کردم که مثال من باید با مخلصانم هر دفعه باید سرودای نو رو ایجاد کنم و مخلصان انتظار سرودای نو هستند، کنسرت یعنی این نو هستند. آزمون فینالی کار شما نبود، پیکی کار شما نبود. بله. بعد از این مثلا راه دیگر، جاده دیگر، قله‌های دیگر پیش روی شما پیدا شد. درست. در این 3 سال چی کارها کردید؟ بله در این 3 سال یعنی باز دانشگاه صنعت رو خواندم و خوشبختانه امسال ختم کردم و باز سرودای نو به نو پیشکش مخلصان گردانیدم و به نزدیکی میخواستم کنسرت خودم رو پیشکش مخلصان گردانم و این در اولین کنسرت در ولایت مختار کوهستان و بدخشان خواهد گذشت و بعد از آن در مرکز یعنی در شهر دوشنبه این کنسرت رو پیشکش مخلصان گردانم، برای چی که مخلصان به حد می نویستند، می گفتند که کنسرت کی میشد و برای کنسرت کردن یعنی زحمت زیاد و کار زیاد در کار است که تو همون کنسرت یعنی اگر خواهی که کنسرتت به سطح دیگر گذارد یعنی سطح بلند با آواز زنده، با موسیقی زنده، برای این وقت در کار است که تو انا همون تیاری ها یعنی پس سر شوند و توانی که اون کنسرت رو پیشکش مخلصان گردند. و واقعا زنده سرایدن با یک گروه کلان کار کردن و مثلا به صحنه برآمدن، من فکر میکنم جرأت خیلی زیاد رو طلب میکنه. بله خیلی مشکل. بزرگمهر تقریبا خطا نکنم 5 سال یا 6 سال پیش اولین مجموعه خود رو چاپ کرده بودیم و همبالی تورنه ها بود. چگونه آمدید با تورنه ها؟ تا کجا رسیدید؟ بله 2016 بود که مجموعه اولین ما همبالی تورنه ها انتشار یافت و بعد از 1 سال آن پس از اشتراک در کورس کنفرانس ادیبان جهان در ولایت سوخت ما را به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفتند و بعد از آن به قول بال و پر یافتیم، پای در پای چند مجموعه دیگر چاپ کردیم، از جمله بهار آوردن آسان نیست که شما میبینید مجموعه بسیار کاملتر است. اینجا ترجمه های من از زبان روسی هم هست، سرودهای من، ترانه هایی که من نوشتم هست، شعرها با باب ها جدا شده. بخش آخری کتاب از ترجمه های شاعران روسی عبارت است. اینو چاپ کردیم و چند پیش یک نویگری دیگر هم این که سیف الله قلیف یک شاعری که از فرخار است و اصلا ازبک زبان است،
مجموعه شما رو ترجمه مجموعه کرد. ما رو پوره به زبان ازبکی ترجمه کردن و با آمدی مهمانی ازبکستان اینا چاپ کرده تقدیم کردیم به ایشون. نامش مرحبا روشنایی است. به ازبکی مرحبا یاروغلیک، مرحبا روشنایی. و همینطور کارها جریان دارد دیگر. خب موضوع محوریش ما میبینم که بیشتر در شعرهای خود به همه موضوعات دست میزنید. یکی مثلا هستن شاعرای جوانی که بیشتر میخوان شعرهای لیریکی بگویند، شعرهای وطنداری مادر، اما شعرهای اجتماعی شما نیز خیلی زیاد هستند. شما از درد جامعه، از درد مردم، از بعضی شعرهای دارید که خیلی زیبا هستند و همون درد جامعه رو خیلی ماهرانه بیان کردن. میشود یکی رو پیشنهاد کنید؟ مرا بسیاری ها مصلحت میدهند که مسئله های روزمره، مسئله هایی که مثلا در رابطه به سیاست، اجتماع، اقتصاد است ننویش که این نمیماند، یعنی که اون چیزی ماندگار نیست، موسمی است میگذرد. اما من خاموش بوده نمیتونم. به همین خاطر وقتی که گپ سری تاجیکستان میرود من حتما صدا بلند میکنم، حتما ضد هر کسی که هم بیگانه است هم خودی است. وقتی که این تاجیکستان نهضت نیش زد به قوله حتما صدا بلند میکنم. شاید شما اون چیزی در نظر دارید و مردم هم خوش نه، بعضا شعرهای دیگر دارید که مثلا درد جامعه را بیان میکنه، از میان مردم هستند، اجتماع هستند. من اگر اجتماع باشد مادر از موضوعی که من مثلا بیشتر روزگاری مادرم میخواستم که مادرای تاجیک تصویر کنم، یک شعر خوانم نباشه. تمامی باغچه از مهر خندان است، فضای خانه از فیضش گلفشان است، بهشتی نقد را ایوانش ایوان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. درش باز است تا رزقی فراوان است، در آنجا حکمت و شعری نیاگان است، در آنجا مشکلی فرزند آسان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. چو چرخاند بسر هرگاه اسپندد، رهی درد و بلا در حال می بندد، تو گویی خیشت خیشتی خانه می خندد، اگر مادر نباشد خانه زندان است. در آنجا روغنی تلخ است و درمان است، گیاه و برگ های خشک چندان است، و بیشک مادرم سینای دوران است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. سبد در میخ آویزان و نان دارد، سبد در میخ آویزان و نان دارد، دلم پر خانه گنج شایگان دارد، در او دیوار بامی خانه جان دارد، اگر مادر نباشد خانه زندان است. زی آتشتان گلی آتش نمایان است، بدیگش توپه و اگرا و لغمان است، شمیمی زیره و کشنیچ و ریحان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. شریعت هست، ایمان است و قرآن است، نترس و بیم از اغوای شیطان است، به دستش سبحه ماماش گردان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. و فیضش خانه چون بازار تفسان است، غریوی خنده و طفلان و پیران است، خدا را شکر مهمان است و میزبان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. اگر مادر نباشد قفل و ویران است، اگر مادر نباشد قفل و ویران است، جهازی کلبه ناجا و پریشان است، رواقی منزلم مأوای دیوان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. زیدودی موری مادر دلم روشن، زیدودی موری مادر دلم روشن، زی خامنداوش آب و گلم روشن، خیالم چشم او میبیند از روزن، اگر مادر نباشد خانه زندان است. تو گویی از ته پا ره گریزان است، نه تنها پای دستانم شتابان است، رهم را غیر او دیگر کی پزمان است، اگر مادر نباشد خانه زندان است. به به به، واقعا شعر طولانی بود. و نه خیلی شعر جذاب بود، تصویر خیلی زیبا داشت و وقتی که شما میخوندید من هر یک صحنه آن را، هر یک مصرع آن را در چشم خود میدیدم و واقعا زیبا بود. جای دیگر گفته بودید که ساعت مادر من خورشید است و این شعر نیز خیلی زیبا بود. بتوانید ساعت خانه ما خوابیده است، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، گذری روز و شبش میداند، از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید، گذری روز و شبش میداند، از حسابی همه سود و زیان، از رقمهای پریشانی عمر روز میلاد مرا میداند، ذاتن و فلسفه زندگی را میداند، که برای دیگران زیستن است بی ساعت بی تقویم، همچون موهای سرش روز او اسپید است، به دلش عقربکی امید است، ساعتی مادر من خورشید است، ساعتی مادر من
خورشید است. است. و واقعا در شعرهایی که شما در وصف مادر می‌سرایید، در وصف دیه می‌سرایید، در وصف بچگی می‌سرایید، تصویری خیلی زیبا است که مثل آینه در پیش نظر پدید می‌آید. و آفرین میگویم به همون استعداد شاعری شما، آفرین میگویم به همون مهارت شما که توانستید میگونه یک شعرهای زیبا را پیشنهادی خواننده خود گردانید، پیشنهادی هواداران شعری خود گردانید. و حالا باز برمیگردیم اینجا کمی دیگر صحبت میکنیم با چهارشنبه عواطف که امروز با ترانه‌های جذاب و برنامه فضا تشریف آوردن. چی ترانه است که ارمغانی آوردید برای بیننده ما؟ اولین ترانه‌ای که بله امروز ما با دو ترانه، با یک ترانه هم نه، با دو ترانه مهمون برنامه فضا اومدیم و اولین ترانه‌ای که میخوام به شما و برای کل شنوندگان مخلصان پیشکش کنم، ترانه نام دارد جانم اختیار داری. ترانه خیلی یک زیبا است، ترانه شوخ است، بله، ترانه خلقی است و ما اون رو گرفته باز کمتر یعنی زمانوی کردیم و باوری دارم موسیقی اروپایی آمیخته کردیم. بله، و باوری دارم که قابل قبول می شود. بفرمایید. مرحمت. تشکر. که تو دادایی با بویش مستم، هده که تو کردایی با حدت هستم، حسبه که تو دادایی با بویش مستم، هده که تو کردایی با حدت هستم، هده که تو کردایی پشیمان نشوی، هده که تو کردایی پشیمان نشوی، من بنده با چشمان سیاحت هستم، من بنده با چشمان سیاحت هستم، جانم اختیار ابرتو ممار زلفا چلو چار روی به خوبار داری، روی به خوبار داری، روی به خوبار داری، جانم اختیار داری، روی به خوبار داری، جانم اختیار داری. من میروم اونم میرود همراه من، تاریکی شد از کوها بیابان راه من، من میروم اونم میرود همراه من، تاریکی شد از کوها بیابان راه من، شیران جهان را زنن بر سر من، شیران جهان را زنن بر سر من، من نرزنم کجا شد از تمره من، من نرزنم کجا شد از تمره من، جانم اختیار ابرتو میمار زلفا چلو چار روی به غبار داری، روی به غبار داری، روی به غبار داری، جانم اختیار داری، روی به غبار داری، جانم اختیار داری. جانان بهار شد از تو کیمه هایی، وقتی گل خار شد از تو کیمه هایی، تو آدم برفای زمستان دادی، برف همه هم شد از تو کیمه هایی، جانم اختیار ابرتو میمار زلفا چلو چار روی به غبار داری،
جانم اختیار داری روی بگو برداری جانم اختیار داری وقتی که ترانه‌های مردمی، ترانه‌های فولکلوری و قبل روحی امروزه میگیرند، وقتی که مثلا هنگامی سرایش، هنگامی اجرایش با آنها مثلا با موسیقی اسباب‌های اروپایی وارد کرده می شود، کمی آمیزش می‌یابد، میکس می‌شوند با قول دیگر. خب من فکر میکنم یک چیزی خیلی خوب می‌شود و نمونهش همون ترانه‌ای که حالا پیشنهاد کردید و در ایجادیات شما، در کارهای شما همین گونه ترانه‌ها زیاد هستند. بله. شما کوشش میکنید که همون ترانه‌های مردمی رو در روح امروزه بسراید. بله راستی من همین خیلی تصمیم گرفتم که با یک اسباب‌های با یک نگاه نو، بله با اسباب‌های موثر آنها رو یک جای میکنیم و در عالم موسیقی این رو فیوژن میگویند که یعنی آمیختن هر ژانرها، یعنی یک جای کردن یک دو سه نمود ژانر و از این خیلی یک باز چی گویم یک ژانر نو میبرد، خیلی یک آواز نو جالب میبرد و این تیزتر قابل قبول شنونده میگردد. بله و همین گونه میکس کردن، همین گونه آمیزش یافتن یک تا چند سال اخیر خیلی زیاد شد و یک موسیقی خاصه رو روی کار آورد. بله که هنرمندان همین گونه ترانه‌ها میسراین و خیلی محبوب میشود در حال. و در امریکا یک کسبی هست، کسبی تنها محرری. مثلا در ما محرران هستند اما با دیگر کارها نیز مشغول میشن، مثلا محرر هستند، مقاله می نویسند، مثلا کتاب می نویسند، شعر می نویسند. اما در امریکا کسبی است تنها محرری. محرر بغیر از تحریر کردن دیگر کاری ندارد. مکس پرکیز یک نفری بود که محرر بود در امریکا و اثرهای توماس ولف و همینگوی رو تحریر میکرد و با واسطه همین محرر همین نویسنده ها جهانی شدند. یعنی بعضا وقت محرر برای معرفی کردن یک اثر، برای پخته شدن یک اثر سهم خیلی بارز دارد. خب شما هنگامی تحریر، هنگامی مثلا سفته کردن شعرهایتون بیشتر با کی سر و کار دارید؟ با کدام شاعران معروف؟ ما در آغاز این جاده که هنوز کودک بودیم و البته اون در کودکی هر چیزی گفته شعر نیست و گپ هست، هم خیلی گپی مقرری است، تجربه است البته. بله اون زمان از همون زمان اولین محرری شعرهای زمانی نورسی من بابای من بود، چون بابای من هنوز هم زنده و سلامت است، تقریبا 85 سال داره، ژورنالیست است، یعنی که روزنامه نگار است. اولین چیزی من تا اونجایی که میتوانست تحریر میکرد و بعدا دوشنبه آمدیم اینجا باز هم با محررای سختگیر به قول روبرو شدیم و یکی از آنها استاد رستمی وهاب بودن که خیلی کنجکاوانه و با یک ذهن و زیرکی به خودشون خاص حتما یک ایراد عجیب میگیرن که واقعا شما علاجتون نیست که همون کمبودی اقرار نشوید، چون که هست همون کمبودی، چون که میبیند. مثل چشم گیرا هم دارند استاد رستم. بعدا خیلی کسانی دیگر به قلم زدند، سلیم ظرفشانفر که در تحریر کتابی بهار و ارناسان سهم دارد، بعدتر دولت رحمانیان مصلحت. ما از همه یک چیز آموختیم. بله. این خیلی نیست که گوییم که ما همین به همین جاده از آسمان افتیدیم گویا که شاعر شدیم. ما تا زمانی که تا این حد مثلا نمیدونم تا کدام درجه روان امروزها تا کدام درجه روان شعر می نویسیم نمیدونم، اما هر چی که شدیم از همون دعای استادا، راهنمایی و ارشاد آنها شدیم. وگرنه مولانا هم میگوید هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. هیچ مولانا نشد مولای روم تا مریدی شمس تبریزی نشد. به همین خاطر هیچ کس از پیش خودش ولی چیزی نشده است. حتما دامن یک پیر خرده میگیرید که شما به یک وادی کمال میرسید. و در برابر نوشتن شعرهای لیریکی، شعرهای اجتماعی، عموما در برابر ایجاد شعر همچنین مقاله ها نیز می نویسید. در روزنامه مشهور کشور جمهوریت خادم است در اونجا و بعضا مقاله های شما رو نیز ما میخونیم. بعد از فعالیت روزنامه‌نگاری حرف زنید و تا جایی که میدونم و بیشتری شاعران، بیشتری آن نفرانی که در سمت ایجاد موفق شدن فعالیت کاری خود رو، فعالیت ایجادی خود رو از روزنامه ها شروع کردند. بله همین خیلی است.
استاد عینی هم در روزنامه آواز تاجیک بخارای شریف اول مقاله و حکایه هاشون معرفی میکردند. یعنی روزنامه همیشه منبر بوده است. استاد ترسونزاده هم همینطور تا اینجا استاد لایق، استاد گلرخسار، اینا همه پرورده های روزنامه هستند. از اونجا برخواستند گویا که از اونجا بالی پرواز دریافتند، از اونجا بعد به آسمان ادب پرواز کردند. ما هم هنوز سال 2014 بود که استاد محمد غایب شاعر خلقی تاجیکستان سرمحری اون روزنامه به عهده داشتن، ما دعوت کردند. از همون زمان در روزنامه هستیم و حالا با راهبری قربانی رحمانزاده اونجا فعالیت میبریم. و روزنامه میدونید روزنامه یک چیز عجیب دارد که شما رو با مردم نزدیک میکنه. چرا؟ چون که هر روز شما با قشرهای گوناگون جامعه صحبت میکنید. یک روز میشود با یک سرآینده صحبت میکنید، یک روز با یک اقتصادچی، یک روز با یک کسی عالم مثلا در ساحه کیمیا. ببینید هر روز با اونها صحبت کنید، همشون یک کم کم دانش میگیرید و دانش ژورنالیستی مکمل نباشد هم فراگیر است. و واقعا هم ابراهیم عثمانوف یکی از محققای ژورنالیستی که درست میگه که ژورنالیستیکا روزنامه نگاری نه علم ادبیات است، نه علم پوبلیسیستی و کار پوبلیسیستی است، عموما تماما یک علم دیگر است، یک کار دیگر است. نه علم است، ببینید، نه علم است، نه ادبیات است، در ماورا میایستد همیشه. بله. و میتوانید چیز دیگری پیشنهاد کنید از شعرهای لیریکی خود؟ اینجا زیاد میخواستید که شعرهای لیریکی بخونید. بله، یک شعر خوانم با نام خزینه صدا. خزینه صدای یک بانو چقدر مثلا برای کار ایجادی مهم است شاید همیشه بازگو شود. صدای تو پی علم ز قلب ریش میبرد، چونوش دارو میرسد زیان نیش میبرد. تو باورم نمیکنی صدا به پیش میبرد، خیال بی صداییت مرا ز خویش میبرد. کمال آشناییت خمار جاویدانه شد، جمال کبریاییت بهار پرجوانه شد. صدای تو به دفترم ترانه شد فسانه شد، زوال خوش صداییت مرا ز خویش میبرد. ز لحن تو یخی دلم هماره آب می شود، ز شهد واژه چیدنت دلم کتاب می شود. تمام شور و تلخ به من گلاب می شود، ادای خوش صداییت مرا ز خویش می برد. دو چشم توست یک بلا، صدای توست صد بلا، لبان توست یک بلا، ندای توست صد بلا. چنین بلا نمیدهم به خرمنی زر و طلا، خزینه صدای تو مرا ز خویش می برد. نفاستی صدای تو مرا سراغ می کند، خرابه های روح را شکفته باغ می کند. لطافتی صدای تو مرا چه داغ می کند، نزاکتی صدای تو مرا ز خویش می برد. و یک شعر دیگر خونم با نام روزشوکان، یک بعد زمان کودکی برگردیم. یک شعر خیلی جالب بود. من در شمال اجتماعی شعر شما را بسیاری ها عشق اولش در زمان کودکی، در زمان نورسیش روبرو میشد، یادش با همون بازی کرده است. بله، یادش بخیر بود آن عشق کودکی، آن شعر، آن عشق گم شده چون شعر رودکی. برای همینم با همراهش بازی میکند، به همون مهر میبندد. بله، من یادم هست در اون دل میبندد به همون. و همین خاطر شعری روزشوکان برای شما خوانم. تو پنهان میشدی از من از تو میشدم پنهان. مرا میافتی مشکل، تو را میافتم آسان. ز کنج ناگهان یابم پر از شور و شعف بودی، ز خرسندی و خنداخند تو گویی شادی کف بودی. مرا گفتی ز نو بشمار، ز نو چشمان خود را بند. همان بود آخرین خواهش، همان بود واپسین لبخند. شمردم تا 1000 و اند، کجا پنهان شدی ای یار. نمی یابم نشانت را پسی دروازه و دیوار. تو رفتی از برم ناگه به بازی های طفلانه، پر از عکسی صدا کردم در و دیوار و تخانه. ز دوری آمد این آواز، نه پنهانم پسی دیوار. نهانم پشت صد آزار، پسی تقدیری بی‌زینهار. تشکر. و واقعا چون که در بالا گفتم در شعرهای شما تصویر خیلی زیاد است. تصویری زندگی، تصویری است که هر یکی ما در پیش نظری خود میبینیم. تصویری است که
از روزگار هر یکی ما است، از خاطره های هر یکی ما است و با این شعر خود من فکر میکنم که خاطره همه ما رو بیدار کردید، بردید به کوچه های کودکی، به جاده های کودکی و ما در آنجا روز شوکان کردیم. تشکر زیاد به تشریفتان و واقعا هم امروز حضوری شما گرم بود، از حضور شما لذت بردیم، از صحبت شما لذت بردیم. بار دیگر خوش آمدید میگویم به برنامه فضا، به تلویزیون سفینه و برنامه رو با یک ترانه زیبای هنرمند جوان خوش صدا چهارشنبه علوطف به پایان میرسانیم. بفرمایید. هی یار جانم شیرین زبان من، دردت با جانم خندو لبان من. هی یار جانم شیرین زبان من، دردت با جانم خندو لبان من. هی یار جان من شیرین زبان من، دردت با جان جان من. مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ خبر نداری از دلک ما لیلا. های دلک من خوش دلک ما شیدا، خبر نداری از دلک ما لیلا. مای تابانم شم سوزانم، دردت با جان جان من. دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ هی یار جانم دردت با جانم. هی یار جانم دردت با جانم خندو لبان من. هی یار جان من شیرین زبان من، دردت با جان جان من. دل دیوانه مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ دل دیوانه مستم مستانه عاشق هستم میدانی یا نه؟ عاشق هستم میدانی یا نه؟ عاشق هستم میدانی